مشکلی که دیده استودید از روی موضوع خواستیم ما یک شرکت رو یک شرکتی نو تاسیس در همین جاهای خودمون، لیکن طول 2 سال است که در بیرون از کشور کار فعالیت کرده ایستاده است. شرکت فراز فلای که این پریاموی با چی گویم پریاموی با اویاکسته های ایرپورت ها سر و کار دارد، یعنی که دویم سیم دست نیست. نرخش هم نسبتا نسبت دیگر اویاکسته ها ارزان تر است. اینم صاحب شرکت فراز فلای یکی از مقیمی های سامانیان است. دوستان همین چیزا من خواستم برای شما برسانم تا اینکه شما نیز از کار و فعالیت همین برادر ما که مومینوف هستن از سامانیان رقماشون در روی گلامی همین صورت افیر هسته، حتما زنگ میزنید با کدام سمت دنیا که خواهید برای شما انشاءالله بلیت تهیه میکنم. دوستان عزیزی ما البته بلیت الکترونی است. تا حالا یگان کس از کار فعالیت این برادر شکایت کردگی نیست. دوستان رو خط دیل پور زنگ میزنید بلیط ها را خریداری میکنید. دوستان عزیزی و کدام سمت که نباشد دوستان رو خط بلیط برای شما دسترس میشه با نرخی نسبتا ارزان. دوستان قرار دارم من در نوحه مسجد، کسی که پرسد که اینجا کجا، اینجا نوحه مسجد است. دوستان البته افیر ما اصلا برای همین شرکت فراز فلای است که یکی از سپانسورها سپانسوری کانال من خطا نمیکنم. دوستان حتما با یار دوستاتون این رقم ها رو پدیلیت میکنید، میسنجید، میبرید تا اینکه نرخ و نواش فهمید، قیاس کنید نسبت دیگر اویاکسته ها البته ارزان تر باشه. حتما دستگیری میکنید چون این زاده دیاری مسجد خود ما از سامانیان است. این شرکت تقریبا 2 سال شده است چی میگو تاسیس داده است. همین شرکتش رو کار فعالیت کرده است. این در طرف جنوب اینا بسیارتر میشناسن، از اونجا خریدارو فور و بروشون هست. و خیلی زنگ زنید دیگه کار فعالیت ها نیز دارد و اما من حال تنها برای اویاکسته اویا بلیط ها با شما مراجعت کردم که شما نیز خبردار شد. زمیر شکرزاد گفتن که سلام علیکم. و علیکم سلام آقای زمیر شکرزاد. پیرم شادمان قربانم و سلام علیکم. با کسی از نام شما گپ زد تخفیف دارد یا نه؟ این خدا خواهد نسبت دیگر اویاکسته ها از روی گفته های خود این شخص تخفیف دارد. میگه که نسبتا ارزان است نسبت دیگر اویاکسته. البته من نمیخوام برای شما گویم که از دیگر جا نخرید، چون هر کیرم باید برای زیست و زندگیش یک کار و فعالیت میگنم. اما خاطر اینم چون در مسجد ما این آدم همچون اویا بلیتی نمیشناسن و همون خاطر میتونید زنگ زنید. دوستان اینجا بگاه مسجد است، خیلی یک زیبایی دارد.
و من منتدار هستم از اون دوستایی که ما رو دستگیری میکنن به هر کار فعالیتی که میکنن در کدام سمت هستن. خداوند موفقشان گرداند همیشه که ما رو دستگیری کردن برای همین کانال ما یک پیشروی کردن. خودشون میدونن این خیلی سپاسگزارم، خدا دعوتشون زیاده کنه. این شرکت اویابیلت با تمام سمت‌های روی دنیا خدا خواهد مراجعت کرد، بلیط یافته میدن برای شما. یه چیزی دیگه نگفته نمونم دوستا، همین دمایی که در پیش افتوکسل میبینید الکی یکمش آغاز کردن کندن. یکم دم ها پسترن نه کدام فیلم گرفتگی هست دوستا نمیدونم چند اوشیانه به فکرم دم میبردارن و بیخبر نمانید. مراجعت هست یکون کلاشی را میگیره در همین در اومدگاه بوستون با از روی بعضی معلومات ها همین دومو همش استجی چند استجی میشده است ولی یکمش سر کردگی هستن دوستان. ها شادمان چند آدم شد؟ چند؟ اینا دو تایم کنه شریکه هر بار دیگر برای این برادر موفقیت خواهان هستند در کار و فعالیتش که نوکک در این مسجد خودمون کار و فعالیت کرده ایستاده است، لیکن این تقریبا 2 سال شده از این شرکت شدگی بسیارتر با طرف مردم جنوب سر و کار دارد، چون اونها او رو خوبتر میشناسند نسبت مردم ما. حتما مراجعت کنید، اگر چی بلیط هم نخرید برای قیاس کنید نرخ نو رو فهمید دوستان عزیز ما تا اینکه شما نیست بهره‌ور شوید از بلیط های ارزان. این همونجا با وای کرسه همون دوم اوجا کرش کانسالی هم روخال اینجا هم شروع میشه. مخشه ما هم بخدا یک زیب سینم نگیره دوستو. های که بازی نکن هیچ کی نیسته. بازی نکن هیچ کی نیسته. خداوند یار و مددگار، کسب کار همه برکات عطا کند، صاف و سلامت و سربلند باشه دوستان عزیز.